که اتاق را خوشبو کنیم و خود را خوشبو کنیم که اذیت نشویم هیچ نمیشد، تا بالاخره دست به کار شدیم، ای را غسل دادیم. هر قدر شستشو میدیم بوی بد بیشتر میشود، هر قدر میشوریم، هر قدر عطر میزنیم، هر قدر خوشبویی استفاده میکنیم، بوی بد بیشتر میشود. یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه ای را غسل دادیم، نشد. این غسال میگوید به همکاران خود گفتم که باز هم غسل میدیم، باز هم غسل میدیم. امید است که بوی بد از وجود این جوان دور بشود. و ما هم نمیدانیم، هیچ نجاست هم نیست، هیچ چیزی اثری از نجاست نیست که ببینیم که بوی بد از اینها هست. فقط از بدن این جوان بوی بد بلند می شود. اینجاست که صاحب وارثین می آیند که اولاد ما را، جوان ما را